5 اشتباهی که تازه‌کارا نباید موقع یادگیری گیتار انجام بدن. سلام، من داروکم، خوش اومدین به کانال من. ویدیوی امروز راجع به اشتباهایی که معمولا تازه‌کارا موقع یادگیری گیتار انجام میدن. من توی این ویدیو 5 تا از مهمتریناشو لیست کردم و اگه نوازنده گیتار هستی یا داری گیتار یاد میگیری، علل خصوص اگه تازه‌کاری، این ویدیو رو حتما تا انتها نگاه کن. اولین اشتباه انتخاب تمرینات سخت و پیچیده در صورتیه که هنوز اصول اولیه رو بلد نیستی. گاهی وقتا تازه‌کارا با دیدن نوازنده‌های بهتر، کلیپایی که حالا ممکنه به چشمشون بخوره از نوازندگی گیتار، یا دیدن معلم گیتارشون یا دوستشون که از اونها لول بالاتری توی نوازندگی داره، ترغیب میشن که برن سراغ قطعات سخت‌تر و خب مسلماً زیباتر، قطعاتی که هنوز از لحاظ تئوری و فنی توانایی تمرین کردن یا نواختنشون رو ندارن. اولین پیامدی که این کار داره ایجاد عادت‌های اشتباهه، یعنی ایجاد عادت‌های اشتباه در عضلات، در حرکات و در اصول تمرین کردن. دومین پیامد این کار 100% سرد شدن از سازه. یعنی شما وقتی یه تمرین رو انتخاب میکنید و مسلماً توانایی فنی اون تمرین رو ندارین، کاری از پیش نمیبرین و اگه کاری از پیش نبرین کم کم از سازتون سرد میشین و فاصله میگیرین. یعنی شما دارید وقت میذارید، انرژی میذارید، اما چیزی به شما اضافه نمیشه، چیزی یاد نمیگیرید و مسلما ممکنه بعد از مدتی سازتون رو کلا کنار بذارید. و البته پیامد سوم ایجاد آسیبه. شما اگه صحیح تمرین نکنید و یا تمرینات سنگین‌تر از حد خودتون انجام بدین، چون هنوز اصول اولیه یک سری تکنیک‌ها رو بلد نیستین یا دستتون هنوز فرم اولیه رو درست نمیتونه حفظ بکنه، میتونه این تمرینات سنگین برای شما ایجاد آسیب بکنه توی دست چپ و توی دست راست. یعنی تمرین غلط و غیر اصولی 100% باعث ایجاد آسیب در عضلات میشه. چاره چیه؟ شما باید پله به پله طبق اصولی که برای هر نوازنده‌ای وجود داره تمرین بکنین و کلاس برین یا خودتون سعی کنین که علم تئوریتون هم بالا ببرین. بس برای یادگیری گیتار عجله نکنین، سعی نکنین پله ها رو 2 تا 1 برین. تمرین و استمرار راز پیشرفت شما توی نوازندگیه. قطعاً اگه اجرایی از شخصی میبینین یا از دوستتون یا از معلم گیتارتون و یا حالا تمرینی که یه مقدار به نظر شما پیچیده و قشنگ میاد، این قطعاً حاصل سالها تمرین و تلاشه که شما دارین میبینین. پس سعی نکنین که زود و با عجله بهش برسین و خودتون رو فقط با خودتون مقایسه کنین. اشتباه دوم تمرین کردن با سرعت بالاست. عموما هر تکنیکی با داشتن سرعت لازم توی یه آهنگ یا یه قطعه زیبایی خودش رو به دست میاره. اما قبل از سرعت این صحیح اجرا کردن اون تکنیکه که اهمیت داره. یعنی اگه شما مشغول یادگیری یه تکنیک هستین، هر تکنیکی از گیتار، باید اون تکنیک رو با سرعت پایین شروع به تمرین بکنین. یعنی اگه یه تکنیک توی یه قطعه دارین میبینین، تکنیک رو بردارین، سرعتش رو پایین بیارین، تمرین کنین و به مرور خود به خود سرعت شما توی اون تکنیک بالا میره و بعد میتونید اون تکنیک رو توی هر آهنگ یا قطعه‌ای تو هر سرعتی که خواستین اجرا کنین. اگه دقت کرده باشین من تو ویدیوهای آموزشیم تاکید دارم روی این که اول با سرعت پایین شروع به تمرین بکنین. 100% شما اگه زمان بیشتری بذارین با سرعت پایین اصولی و صحیح یه تکنیک رو یاد بگیرین، خیلی بهتر از اینه که با سرعت بالا شروع به تمرین بکنین، اون تکنیک رو احتمالاً یاد نگیرین و یا ناقص اجراش کنین. اشتباه بعدی استفاده نکردن از مچ و ساعد دست راست موقع نواختن ریتمه. دقت داشته باشین موقعی که شما مشغول نواختن یه ریتم هستین، باید ساعد و مچ دست راستتون هم حرکت بدین. به عنوان مثال ریتم 4/4 که به این شکله. اگه دقت کرده باشین من هم از ساعد دست راستم و هم از مچ دست راستم در واقع کمک میگیرم برای نواختن این ریتم و موقع نواختن این ریتم هر دوشونو حرکت میدم. این کار هم تسلط شما رو روی ریتم بیشتر میکنه و هم قدرت ضرباتتون. پس 100% اینجوری نه، حتما از ساعد و از مچ دست راستتون استفاده کنین. خب قبل از اینکه بریم سراغ 2 نکته بعدی، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنین تا به محض آپلود ویدیو جدید از اون با خبر بشین. اشتباه بعدی که معمولا نوازنده های تازه کار خیلی دچار اون میشن، آهسته ضربه زدن
در تمرینات آهسته ضربه زدن به هر شکلی، توی هر شکل ضربه، چه پیکادو، چه توی نواختن ریتم و چه هر شکل دیگه از ضربه. دقت کنین این اشتباه بیشتر توی افراد تازه کار اتفاق میفته. شما قرار نیست که سازتون رو نوازش بکنین، قرار ضربه بزنین و صدای اون ضربه باید شنیده بشه. پس سعی کنین حتی الامکان پرجون و قوی تکنیک و ضربتون رو اجرا کنین. از طرف این ضعیف ضربه زدن یا با شدت کم ضربه زدن ممکنه که براتون تبدیل به عادت بشه و بعدها که نوازنده بهتری بشین سخت بتونین کنارش بذارین و اینو درستش بکنین. پس حتما توی تمرینات ضرباتتون رو طوری بزنین که مطمئن بشین اگه یه شنونده یا یه تماشاچی توی فاصله از شما قرار داره میتونه اونو کامل بشنوه. و در آخر نکته پنجم که معمولاً بیشتر از همه نادیده گرفته میشه و از قضا از همه مهمتره، رعایت نکردن پاضربه. اگه دقت کرده باشین خیلی از نوازنده‌های حرفه‌ای با تمام مهارت و تسلطی که روی ساز دارن پاضرب رو در اجرا کامل رعایت میکنن. یعنی همینطور که دارن ساز میزنن با پاشونم پاضربشون رو نگه میدارن و این به دلیل نهادینه شدن این مسئله توی اون نوازنده است. پس حتما توی هر لول از نوازندگی هستین پاضربتون رو همیشه نگه دارین. پاضرب به ما کمک میکنه که مفهوم ریتم رو بهتر متوجه بشیم و همینطور خطای نوازنده رو برای روی ریتم اجرا کردن و از ریتم نیفتادن خیلی کم میکنه. ببینید پاضرب یک اصل مثل تمام اصول دیگه و رعایت کردنش باعث میشه که ما نوازنده بهتری بشیم، یعنی تمرین و اجرای بهتری داشته باشیم. خب اینم از 5 اشتباهی که نباید موقع یادگیری گیتار انجام بدین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. بقیه ویدیوهای چنلم از دست ندین و تا ویدیوهای بعدی مراقب هم دیگه باشین.